بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام یه پاور بانک فیک رو که برای تعمیر آوردن و برام جالب بود که به اطلاع مردم عزیز برسونم که بعضی موقع ما بابت چه چیزهای آشغالی پول پرداخت میکنیم. یه پاور بانک مثلا سامسونگ و داره نمایشگرم هست، 10,000 میلیه و من داخلش که باز میکنم از 5 عدد باتری لیتیوم تشکیل شده. در اصل باتری اول فقط تو مداره که بهش سیم وصله، بقیه باتری ها کاملا تقلبی، نه سیم بهش وصله نه چیزی. و جالبه، خیلی خیلی جالبه برام که شما هم بدونید که داخل باتری ها چیه. یک از باتری من باز کردم، پلومش رو باز کردم و بعد نشونتون میدم که تو این باتری که چی هست. این شن، این باتری کلا از شن پر شده. حالا یه دونه باتری دیگه هم براتون باز میکنم که دیگه مطمئن بشید که قضیه چی هست، که جلو دوربین هم باشه و مردم ایران بدونن که بعد جنس های چینی چه چیزای آشغالیه. خب اینو بازش میکنم براتون. خب ولی شما هیچ وقت این باتری لیتیوم سالم رو به هیچ وجه باز نکنید، چون خطر داره، هم نواتش میاد هم خطر انفجار. این هم از باتری دوم. نگاه کنید این پولی که مردم ایران بابت باتری و پاور بانک دادن. این فیلم جهت اطلاع رسانی و ایجاد آگاهی نسبت به اقلامی که ما میخریم و ممکنه که فیک و تقلبی باشه. این مورد اول نیست، بارها هم به این مورد برخورد کرده بودم، گفتم حداقل فیلمشو تو گروه گذاشته باشم. با تشکر.